و اما باب بعدی در مورد قوه باه هست. باه میدونید یعنی چی؟ میدونید چیه باه؟ قوه جنسی. احسن. میوه های مختلفی رو گفتن برای اونایی که ضعف مسائل جنسی دارن، ضعف باروری دارند، نمیتونن باردار بشن. یکی از قوی ترین میوه ها همین جوز و لوزه، یعنی گردو و بادام. یه ترکیبی هست ما میگیم اینو درست بکنید: بادام شیرین، پسته کوهی، خود پسته، فندق و بادام زمینی، اینم اضافه میشه، به اضافه گرده گل زنبور عسل. اینا با هم دیگه ترکیب میشه، همه پودر میشه، ترکیب میشه. صبح تا صبح یه قاشق از این رو داخل یک لیوان شیر ولرم همراه با عسل نوش جان میکنند. این ترکیب یا معجون در واقع معجون در چیه؟ برای مخصوصا اونایی که ضعف مسائل چیز دارن، جنسی دارن. گرده گل زنبور عسل، بادام زمینی، بادام درختی، پسته کوهی، خود پسته و فندق. اینها مخصوصا آقایونی که مشکل ضعف باروری و بارداری دارن، اینا بهشون داده میشه معمولاً بعد از چند وقت تو بحث فرزند آوری خیلی کمک میکنه بهشون. نارگیل هم و نارگیل و حبة الخضرا، اینها هم میگه با قند سفید ترکیب کنید و بخورید. این هم یه نسخه دیگه هست، ترکیب نارگیل، پودر نارگیل با بنه با هم دیگه ترکیب بشه، پودر قند هم باهاش ترکیب بشه. این هم میشه یه معجون خیلی سریع و خیلی قوی. هر چیزی که تجربه شده و نتیجه مثبت گرفته شده از مجموع تجربیات گذشتگان رو جمع کرده. دوره‌های متنوع آموزشی طب جامع اسلامی در اپلیکیشن حکیمیار.